سلام، من توی یک سلسله ویدیوهایی قصد دارم در مورد لیزر فایبر باهاتون صحبت کنم. لیزر فایبر یک سری دستگاه هایی هستند که در واقع نور لیزر را میارن روی فلزات و یک سری کارهایی از جمله برش و حکاکی و جوشکاری و در واقع پاک کنندگی رو انجام میدن. یک اتفاق بزرگی توی صنعت دنیا هستش وجود فایبر لیزر و خب چین از الان تولید کننده های اصلی این تکنولوژی هستش. توی این ویدیویی که الان دارید میبینید یک دستگاه لیزر 20 کیلووات هست که به راحتی الان دارید میبینید که چرخ دنده رو میزنه. یک تکنولوژی فوق العاده قوی و با دقت که خدا رو شکر توی ایران هم موجود هست. شرکت هایی این خدمات رو ارائه میدن. امیدوارم که بتونیم با این ویدیوها رضایت شما رو حاصل کنیم.